آسانایی که یکی از وضعیت‌های کلیدی در سیکل سلام بر خورشید یوگا است. بله، اوردا هاستاسانا، وضعیت دستان کشیده به سمت بالا. آسانایی که یک پل ارتباطیه بین زمین و آسمون، بین ذهن و بدن. حرکتی که ظاهرش ساده هست، اما اگر به درستی انجام بشه میتونه پایه خیلی از آسانه‌های پیشرفته‌تر مثل وضعیت هندستان باشه. تو این آسانا از نوک انگشتان پا تا نوک انگشتان دست بدن اکتیو و فعال میشه. ما تو این آسانا یاد میگیریم چطور بدنمون رو آگاه و بیدار کنیم، چطور پاها رو محکم و ریشه دار کنیم، لگن و ستون فقرات رو در امتداد قرار بدیم و قفسه سینه رو باز کنیم و دستان رو آگاهانه به سمت بالا هدایت کنیم. پس اگر دوست دارید این آسانا رو آگاهانه و با فرم صحیح انجام بدید، حتما ویدیوی کامل رو تماشا کنید و لایک و سابسکرایب هم یادتون نره.